ایستاده باشد نفل خواندن تحیت مسجد درست است یا نه؟ همین فلان حدیث به گفتگی صحیح بخاری به گفتگی علمش نشان کرد. همین قدر نماز خوان شده بعضی ها یکان لحظه حیاتشون به نماز تصور کرده نمیتونن که امام خطبه کنه تو باید نماز کنن. ای بس جوانهای عزیز، دیگر کجا میرویم ما؟ راه معلوم است. اسلام، کتاب، قرآن، احادیث پیغمبر و ما که امروز قوت و قدرت اجتهاد کردن مسئله از قرآن و سنت نمیدانیم. من باور دارم نمیداند هیچ کس. نداریم این علم، نداریم این قوت، نداریم این حق. معنی پیروی امام اعظم بودن این است که مسئله های را که از قرآن و حدیث باید گرفته شود ما با شرح و ایضاح امام اعظم آن را بگیریم. مذهب این بیرون از قرآن و حدیث نیست. مذهب معنیش این است که ما در مسئله هایی که از قرآن و حدیث گرفته می شود شرح امام اعظم و راهنمایی امام اعظم گرفته ایستاده کار میکنیم. مذهب این معنی دارد. اما از جهالت و نادانی چی میگن؟ تو مذهب نگو، حدیث گو. مذهب عین حدیث است، مذهب عین قرآن است. جوانای عزیز، اگر من را در همین مجلس تکلیف میکردند من هم یک چند پیشنهاد داشتم، اما متاسفانه ما دعوت نشده باشیم. هم من میخواستم بگم که همچنانه که رئیس محترم در عوض قرآن خواندن پول گرفتن حرام است که این یک ترتیب و نظام و حرمت و احترام قرآن تامین میکند. بله، در دهن خانه مرددار 3 روز 4 روز کجلک بجلک آیت قرآن از طرف چل ثوابها خواندن چه معنی دارد؟ بی حرمتی به قرآن است. بگفتم که در برابر این در مقابل رقص و سرود هم پول گرفتن حرام میگفتی، شاید همین رقاصه های نافلچک و حافظ های به معنی به معنی سرود میخوندگی هم کم میشد تاجیکستان در ایخ جوان های هم گمراه نمیکردن. هم پول کی میگیرن میکنن. اگر پول کی من کنیم، خب اگر در دولت دموکراتیک زندگی میکنیم سرود و این چیزها خب وزارت فرهنگ هست، بگذار حافظها و رقاصها در رویخط آنها باشند و کجای میروند خدمت میکنند، خدمتشان از دولت گیرند، پولش از همون فیلارمون رفته گیرند، نه از پولی تو از کسی تویدار گیرند، خیلی که خودشان میخواهند. این خیلی خوب میشه. و چیزی دیگری که من از این مجلس به خود گرفتم این است که انشاءالله این واخوری رهبر دولت برای من یک قوت، یک جسارت نو عطا کرد که انشاءالله در فعالیت‌های خود اولا من منتظر میشم که کلی شورای علما چیکار میکرده باشند. آیا به خلاصه میآیند؟ آیا یک ترتیب و نظام و اتحاد و همبستگی و بعضی مسائل اختلافی آیا نقطه میگذارند و یا اینکه نه اگر کردن بسیار خوب من در صف اول هستم، اگر نکردن خب انشاءالله با عنایت خداوندی و دستگیری شما من در آینده برای به ترتیب و نظام درآوردن کارهای دینی در جماعتی همین مسجد خودم کوشش میکنم و انشاءالله قدم میمانم. تا امروز چنده کردم، در آینده انشاءالله باز هم استوارتر، جسورانتر، دلیرانتر قدم میمانم. توکل به خدا. و همین شما در این راه از راه خداوند مهربان یک جهان توفیق و انصاف آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند همه ما و شما را از سردار دولت سرکرده ایستاده تا کارگر عادی در اطراف اسلام، قرآن و سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع آورد تا که زندگی ما و شما آباد و آخرت ما و شما با سعادت باشد. اینجا برادرها خواهش کردن که در حق برادر ما عبدالرحمن دعا کنید که به بیماری مبتلا شده است با جماعت. خب
دعا میکنیم که خب خیرات 235 سامانه دعا میکنیم خدای تبارک و تعالی خیر و احسان برادرای مفعولی درگاهش گرداند و چی مرام مقصد نیکی که داشته باشند برآورده خیر گرداند و همه بیماران اهل اسلام را به خصوص به برادر ما عبدالرحمن پروردگار شفای عاجل و کامل عطا فرماید و همه ما و شما را به مقصود اصلی برساند به رحمتک یا ارحم الراحمین.